بارها یک جای با مقامات قدرتی پاره گرفتند یا نه؟ به این پرسش خبرنگاران رکتور دانشگاه دولتی شهر خوجند پاسخ داد که در دوره حساباتیش یگان استاد دانشگاه دست به جنایت نزده است. این هم در حالی است که دست کم نام 5 استاد این مؤسسه عالی تعلیمی با جرم رشوه‌ستانی از سوی مقامات‌ها صدا دادند. عین زمان بعد از دانشگاه آیلی صادر کردن جنایت‌های کورپسیونی شامل شدن به حزب و حرکت‌های احتجاجی و دیگر عمل و کارهایی که به فعالیت آموزگاری اسناد می‌بیارد و به قید گرفته نشده است به ما نیز معلومات قطعی آیلی این یا آن جنایت صادر کردن استادان معلومات وارد نگردیده است. کدام کار شما؟ من این صدا رو چند پول؟ گرفت نی؟ مبلغ پولی کنی؟ من اینجا در همینجاست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از مورد رشوه‌گیری معلم دانشگاه دولتی خوجند چند هفته پیش گزارش داد. در این نوار علیجان نبیجانوف آموزگار فاکولته تربیت جسمانی دانشگاه دولتی خوجند تصدیق کرد که او برای حل کار دانشجوی 8000 سامانی پاره گرفته است. از آن پیشتر روز 21 می از بازداشت ابراهیم جبارزاده و نورعلی شکوروف دکان و معاون دکان فاکولته تاریخ و حقوق دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف خبر نشر شده بود. در نشست خبری آژانسی ضد فساد در ولایت سوخ نیز از موردهای رشوه‌ستانی آموزگاران این دانشگاه گفتند. نسبت دانشگاه‌ها اگر قید کنیم همگی دو جنایت قید گرفته شده است. این هم باشد نسبت آموزگار دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف با نظر شاهین که ماه دکبر سال 2022 باروی قلابی از شهروند میرزاقولوف با بهانه گویا همچون دانشجو به کورس سهمی دانشگاه مسکو برقرار نمودنش مبلغ 4550 سومانی گرفته تصرف نموده است. نسبتش پرونده جنایتی آغاز کرده شده. بعد انجام تفتیش پیشکی با تصدیق فکر ایال‌کنی برای مهیتاً بررسی نمودن به سود ارسال گردیده با حکم سود نامبرده محکوم کرده شد. که همین رو من بسیار باید خودداری میکنم لیکن خیلی هست جنایت هست. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوخت هم پاره‌گیری کارمندان دانشگاه دولتی خوجند را تصدیق کرد ولی جزئیات نداد. چندین مورد پلیسیتانی استادان این مؤسسه تعلیمی عالی را منبع‌های رادیوی آزادی نیز قبلا خبر داده بودند. ولی همه این نیز نظر رکتور دانشگاه را دیگر نکرده است. تا اندمی که مقامات قدرتی خلاصه های خودشان را نمیبرارند درباره جنایت صادر کردن نکردن آن ما یگان خیلی اندیشه رانده نمیتوانیم وی را فقط سود معین میکنند. در حالت معین کردن این حالت ما در طبق قانون‌های عمل کننده باز کار و فعالیت آنها را باز دیده می‌کنیم. شکایت از رشوه‌ستانی در مکتب‌های عالی تاجیکستان کم نیست. تنها در 6 ماهه امسال قریب 30 مورد رشوه‌ستانی در آموزشگاه‌های سوخت به قید گرفته شده است. از کار مقامات هم در امر جلوگیری از فساد تنقید صدا می‌دهد. سازمان‌های بین‌الملل در گزارش‌های خود میزان فساد در تاجیکستان را بلند ارزیابی کردند. سال گذشته سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش خود گفته بود فساد در تاجیکستان به یک رسم تبدیل شده است. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.